چرا مصرف ماریجوانا یا گل توی کانادا قانونی میشه؟ کانادا جز اولین کشورهایی بود که مصرف گل یا ماریجوانا توش ممنوع بود. سال 2001 که مصرف پزشکیش آزاد شد و با نسخه پزشک میتونستن ماریجوانا بگیرن. تا اینکه توی سال 2015 ترودای عزیز یکی از شعاراش همین بود که میخوام گل رو قانونی کنم. در نهایت 6 سال پیش توی سال 2018 دیگه مصرف گل کامل قانونی شد. حالا خود دولت میگه که به این سه تا دلیل ما مصرف گل رو قانونی کردیم. اولیش اینه که دولت میخواست سود حاصل فروش این مواد مخدر برسه به خودش. تا قبل از اون بازار سیاه و گروه‌های مافیا و کارتلا داشتن گل میفروختن و یه پول بزرگی به دست می آوردن. دولت هم اومد گفت که خب چرا قانونیش نکنم که پولش به خودم برسه و از اون طرف چون پول کمتری به اون گروه‌های مافیا میرسه بتونم اونا رو هم یه جورایی تحت کنترل نگه دارم. دلیل دوم کم کردن هزینه‌های پلیس و دستگاه قضایی بود. یعنی چون مصرف گل غیر قانونی بود روزانه کلی آدم توی خیابون گل مصرف می‌کردن. پلیس باید روزانه کلی آدمو دستگیر می‌کرد و بازجویی می‌کرد و حتی به زندان می‌فرستاد که چرا داری کار غیر قانونی انجام میدی. دلیل سوم کنترل و ایمن‌سازی مصرف گل بود. دولت اومد گفت که برای ایمن‌سازی که مطمئن شه مصرف کننده‌های عزیز دارن از گل با کیفیت استفاده می‌کنن و آلوده نیست، اومد این مصرف گل رو قانونی کرد که از آسیباش جلوگیری بشه. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما توی جامعه باید همه چی آزاد باشه و خود مردم تصمیم بگیرن چی کار کنن چی کار نکنن، یا اینکه باید ممنوعیت و محدودیت وجود داشته باشه؟